همترازش دیگه با هم بزن دیگه یک بسازه بگیم یک خیلی من رفتم بکنیم سلام ستاره. ببین چی رو بردم؟ فضای جدید که نباید اومد که نباید میومد. ببین یه عطر زنونه که مناسب هر زنی نیست. یه سری چیزها رو باید تیک بزنی چون به شدت ادکلون عوضیه. میدونی؟ آره بابا عوضیه. شما دوستش هم حرف بزنی؟ شما دوستش و ادکلون خیلی خفنیه. بعد شرقی وانیلی ملایم 100 میل مناسب مردونه. من اینو ریلزش گذاشتم ویو زیاد خورد. چرا؟ کنم 24 5 کا خورد. آره. بعد من اونجا هم گفتم آقا میگن این هم مردونه است هم زنونه است ولی برای یک مردی که تستوسترونش بالاست مناسب نیست. اجازه بده. مردونه نیست. اصلا تو تمام فصل‌ها میشه استفاده کرد. ادکلون لاکچریه. شما جاهای مسخره نباید اینو بزنید چون ارزش ادکلون کم میشه. یه جای خفن که میخوای بری، میخوای دهن صاف کنی، دست به یقه میخوای بشی، قربونت برم، میخوای دست به یقه بشی با طرف، اینو میزنی. 4 فصل هم از قیمتش هم. خب پسر باشی اینو بزنی میان میبرنت دیگه. خودم میبرم متاسن چون بوش فوق. بزنم رو هوا بزن به خودمون نزنی. چه نایسی داشت. یادم رفته بود بوش اصلا. ببین هلو رو توش احساس میکنی. خب هلو رو توش احساس میکنی. 2 خط رفتی یا خط رفتی؟ یه دونه رفتم. 2 خط رفتم. هلو رو توش احساس میکنی. خب ولی هلویی نیست. ولی هلویی فقط نیست. لاکچری گل داره، پرتقال خونی داره توش. خونی؟ بروز نه؟ دوستشم بروز نده. مایتابه زیاد میگیره. دوست نداشتم اینو. آبلمه. اینم خوب. خیلی خفنه. حتما پیشنهاد میکنم. حتما. ببین اصلا این ادکلون که وقتی میخواد بزنی چه خبر؟ این ادکلون ببخشید مهندس خیال داریم. ببین این ادکلون وقتی شما تصمیم میگیری چه کاری انجام بدی باید اینو بزنی. من همیشه در مورد مهمونی صحبت کردم. تو مهمونی که بحثی سواست. یه سایت داره برای خانوم هایی که قرارهای کاری مهمی دارن. خیلی قرارهای کاری مهمی دارن. مثلا روم زوم کنی بوم بوم میدونم. بعد مثلا بچه‌ها رو نبض زیاد بزنید. من شنیدم خانم‌ها اینجاشون خیلی نبض داره. باید چک کنم. تو قلبشون من باید چک کنم. من حرف مستند. شما نبض نداری؟ من اجازه بدی. خانوم چک می‌کنی؟ نه من چک هم نکنم. من چک کنم اگه تو مشکل نداری؟ من چک تو رو کنم. من ببین زخم کاری دیدی رفت با نروژیا چیز کنه؟ آره رفت معامله کنه اونجوریه. حالا جای مالک تویی. مثلا شرمیلا نامی جای مالک نشسته. اینو باید بزنه کار در تو مثلا اینو میزدی مالک دیگه نمیتونست قیمتو ببره بالا. شلوارو میگفت مالک اصلا بردت میش. اون 3 تا بودن. یه سمیرا بود. عباس جمشید. آها اون نه این فصل نیستش ولی تو 4 هست. سمیرا بود. یه دختر خوبه بود. بعد دافه چیز آره اسپویل میشه بچه. یه سمیرا بود. یه دافه مهران غفوریان بود. اسمش نمیدونم چیه اون. واسه جای اومده. یه دونم شرمیلا دوستش میاد. یه دونه اون دختر نازکه بود لاغره. اون ستا رو میزد کنار. اینو کی زده؟ بیترپچو کی زده؟ آره بیترپچو کی زده؟ من از صبح دارم بهم میگم پچمت بعد از اون ور میگم حشمت. آجی اینو سمیرا میزنه آفرین چکی میزنه. جواد عزتی ترکی میزنه.
اینو اون چیزه میزنه وسطیه بود به زن قبلی مرام مظلومه اون یه دونه کوکو چنلی اون چیز میکنه اون کار جمع میکنه بس خیلی داره چیز میشه ریز میزار هم داشته باشه اون اسکینیه به زندگی موقت میکنه گریه میکنه یهو وسطش اشک میریزه برات اینو یادم رفت بگم با خدا وکیلی نزنید من میخرم اینو چیو نزنید پخش بود بسیار زیاد ماندگاری هم بسیار زیاد یعنی گلی رو گفتی؟ هم بیشتر میوه یا داده بودین خیلی ها تو زیر پستم کامنت گذاشته بودین که چرا امیر فقط زنونه رو میگه رایحه گلی. ما اینجا این تریبون میخوام استفاده کنیم که بپرسیم واقعا چرا، یعنی همه عطرهای زنونه گلیان یا گلی خانومو خیلی دوست داری؟ من گلی هم هست چون شما مثلا بلک اورکید هم میگی رایحه گلی، بلک اورکید رو میگی گلی، مثلا ساواژ رو میگی گلی، حفظ ضمیر چیه داستان ماتریکس. زنا بیشتر گلی ان دیگه. زن بیاد اود بده بود چوب سوخته بده تو اصلا سمتش میری میکش جاده مخصوص دیگه اصلا میخواد جواب خدایش بده. یعنی مثلا برای بیننده سوال میشه بابا گل بده خب برای بیننده سوال میشه میگه این چرا انقدر خنگه؟ این خنگ نیست میپیچونه. نه ببین رایحه شما همه رو میگی گلی. به نظر شما مشکل از ماست 89 میلیون نفر یا شما؟ خیر از کارخونه است. Emotional damage. فتیله رو پیچوندم براش. میبرم رو پلا. ببر رو پل. سگک گربه‌ای رو یه جوری بگیرم بچرخونم. خب یه بار دیگه بزنم. خالی از لطف نیست. کاش اینجا بودید همتون میزدم این وسط همه بکشید بالا. اینو بزنید به خدا من دیوونه میشم. یعنی اگر حالا به زمان و مکان خاصی اشاره نمی‌کنم ولی اگر زده بود من اونقدر محترمانه برخورد نمی‌کردم چون بوش ببین گردش کن یعنی میزا می‌بینی به میز دارم حس پیدا می‌کنم. جار من گاز گرفتم. الان این زیر سوراخ دارم اینو مته می‌ذارم. خیلی بوش خفنه و آقا ما چرا نمیتونیم سر ادکلون زنونه زیاد شوخی کنیم؟ میطلبه بعضی وقت پنجشنبه باشه بارون هم زده باشه یه خط بری خط به خط. من واقعا سختم سر زنونه شوخی کنم. میترسم یه وقتی شوخی بکنم ناراحت بشید. مهدونه نه خودمون حلش میکنیم دیگه داداش فلان. من تو تیم خانم من که اصلا تو تیم خانم اومدم میدونی چی میگم اهل دلش فهمیده و همیشه من چرا جدیدن اینجوری شدم با مرد آقایون دیگه نمیتونم زیاد ارتباط خوبی بگیرم. خوراکم داره خانوما میشن. تنها مرد زندگی خودم من اینو با خودم هم به مشکل اون کاورشم من خودم هم مشکل دارم. خب سر این داستان آقا یکی بود خیلی باحال بود دختره بود یکی نبود یکی بود زیر گنبد کبود یه دختره بود خیلی قیافه ملیحی داشت. میشه منم ببینم ایشونو بعد ویدیو بدش. بعد فکر چی نوشته بود؟ اون ناموسن اورجینال این ادکلونایی که میگی ناموسن. آره بابا ناموسنش بابا پشمام ریخت دایی به مولا. گفتم آجی ناموسن یعنی چی؟ فراستی بود. ما چند سال پیش رفتیم یه جا بچه هم بودیم تو سن بلوغ بودیم و یه دختره خوشم اومد کرش زده بودم روش. بعد اومد جلو تا دهنو واکت گفت چطوری ستون؟ گفتم اوه برم. حالا بد بود ولی رفتم. تو سن بلوغ خیلی خوب میتونی بری. من تراپی میدونی میرم دیگه. من هر رو تراپی هم. بعد تراپیستم فکر کنیم چی گفت؟ استروژن چند درصد گفتی 82؟ الان دختره مثلا میگوزه بوش خیلی بده میکشی تو اوه من باید برم تراپی. بعد میره با تراپیست صحبت میکنه میگه من گوزیدم یه ذره کش بود یارو میگه و اونم از وقت تموم شد یادداشت میکنه. سری بعد بود یادداشت میکنی چه سفر. حالا ببین جامعه تراپی من یه جلسه به زور اطرافیام رفتن جلسه مشاوره. من تا حالا تراپی ندادم باختی. جوری نگو دیگه قلبم میشه.
یه جلسه رفتم آقا یه متر رفته ولش کن دیگه بقیه. به یارو گفتم که آقا از بچگیم گفتم، از تصادفا گفتم، از بیپولیا گفتم، از سنگ آب شد بغض نکرد اینجوری. بعد فکر می‌کنم چی بهم گفتم الان مثلا میگه قرص اینو بخور هر 8 ساعت، اونو بخور 12 ساعت، اینو بخور و اینا. دوست دختر بگی برو تو پارک لب بگیر. مشکل اشتباه شنیدم. نازی‌آباد رفتی چیز کنی؟ گفت مشکل تو لبه. گفتم اگه با لب حل میشه که بیا میدونه از تو بگیرم من همین الان درست شم. گفت نه دوست دختر بگی تو پارک لب بگیر. اون تو پارک مهندس من رفتم تو پارک لبه رو گرفتم. دو تا آقا جناب سلمان بالا گفتم بیام کلانتری گفتم عمو ببخشید بذار برم. بدتر شد، یعنی 2-3 تا تراپی رفتم که این کلانتری سر باز آجر 3 سانتی بود بره. بعد آقا حولم نباشید. خب ما یه جلسه داشتیم چندی پیش. نه توضیح کنم چیزی نه حول بودن و میتونم حرف بزنم اگه دیگه چه به خودت نگی تو اول نیستی؟ آقا من از یه عزیزایی دارم میبینم زشته. خب مامانم فکر کنم تو ریسنتاش هست. چیش؟ بابا بلم کن دیگه ریسنت تا ندونی چیه که دیگه بود برم. فارسی با من صحبت حول بودن داشته فارسی سختره. خب چیه مثل فارسیش؟ بچه پشت سر در آقای گذشته میشه ریسنت یعنی چون تو ایران چی میگید بهشون تو هلند میگفتیم ریسنت. اولفاز زایده گایده خارجه. آقا دخترها حوالی بودن و رو هوا میزنن. ببین بعد رو هوا میزنن خب توضیح نمیتونم بدم ولی کامل رو هوا میزنن. دیگه قبول کن. ببین من یه اتفاقی افتاده برام که دارم بهت میگم. اگه دیگه چی بگم؟ آقا به هر نمک عملی گفتیم ما خاله. نگفتیم چی شد چی نشد. گفتیم آقا حول بودن دخترها میفهمن. واقعا هم میفهمن. یعنی اینجوری نیستش که بگی آقا دو به شک شد. نه واقعا میفهمه. تو 2 ثانیه اول میفهمه ببینته. اتکلون بیتر پیچ فلان پوچ اتکلون خاص خفن تحریک کننده برای آقایون. خب میگه مردونه زنونه مردونه بزنه من تحریک میشم از این مرد. حالا بیاد زن باشه جای خود. تحریک کننده برای آقایون به قرآن تحریک کننده برای آقایونه و خیلی اتکلون با شخصیتیه. پخش بوش بالاست، ماندگاریش بالاست. یعنی شما برای یک مهمونی طولانی به راحتی میتونی به این اتکلون اطمینان کنی و ازش استفاده کنی و قیمتش هم یک مقدار گرونه ولی لاکچریه. شما توی سری چیزها اگر چیز خوبه و خاصی میخوای باید بهاش هم بپردازی. بهای اتکلونای تامفورد بالاست و شما باید یک مقدار بیشتر خرج کنی ولی ارزشش رو داره چون میاد روی شخصیت. بچه‌ها خیلی خوشحال شدم از اینکه ما رو همراهی کردید. فدای وجودتون. این حمایت هم از یوتیوب بکنید به ما کمک میکنید بچه‌ها. صرفا شما یک یوتیوب لایک نمیکنید دارید به من ابوالفضل مجموعه کمک میکنید. شاید هزینه که نداره اصلا. شاید چی هزینه نداره ولی به موفقیت ما کمک میکنه. پس تا درودی دیگر. بیار وان کن گلو من پر کنم؟ چند تا خالی بازی داری؟ من برم خالی بازی؟ یه خالی بازی برو. یه خالی بازی برو. من؟ تو کدومه؟ چپت پوچ راستت هم پوچ چو هم تو پوچ آفته دیگه اون کجا که داری؟ بود؟